اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار. ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. اقرأ ورتل باقتدار آناء. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. دوستان عزیز، علاقمندان گرانقدر برنامه عقیده در پرتو قرآن و سنت، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحال هستیم که باز هم در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند قرار داریم. موضوع امروز ما درباره توحید در عبادات زبانی هست. عبادات زبانی چی معنا؟ مثل که قبلا هم خدمت شما گفتیم که افراد الله سبحانه و تعالی بالعبادات اللسانیه، یعنی یگانگی الله سبحانه و تعالی در عبادت های زبانی هست. ما الله سبحانه و تعالی را چه قسم در زبان خود یاد بکنیم، کدام امور است در زبان ما که تعلق میگیره به توحید، این موضوع را سرش انشاءالله تعالی بحث میکنیم. عبادات زبانی تقریبا 9 قسم میتونیم را تقسیم بکنیم که قسم اول از او توحید است، در حمد و ثنا گفتن. ما و شما وقتی آیت قرآن عظیم الشان میخونیم که در سوره فاتحه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، وقتی این آیت میخونیم که حمد و ثنا و صفت خاص برای الله هست که رب العالمین است. در اینجا در قسمت الف لام علما میگن که الف لام این الف لام عهد جنسی هست، یعنی جنس حمد و ثنا و صفت که است، تمام حمد و ثنا و صفت که هست، کل حمد و ثنا و صفت که هست لله، خاص برای کی هست؟ برای الله هست. لام برای اختصاص است. پس تمام حمد و ثنا و صفت خاص برای کی است؟ برای الله هست. الله رب العالمین است، الرحمن است، الرحیم است، مالک یوم الدین است. پس حمد و ثنا و صفت برای خالق گفته میشه که او رب العالمین است و دارای صفات بسیار عالی هست. این توحید در حمد و ثنا گفتن است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به خاطر ازی که امت خود در این راستا راهنمای خوب بوده باشه، بر از اونا فرمود که لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، شما زیاد مره. لا تطرونی، اطراع چی میگن؟ زیاد وصف و ثنا و زیاد توصیف نکنین. اطراع یعنی توصیف کردن افراطی. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میدانست که مسلمان ها او را بسیار دوست دارن، صحابه کرام او را بسیار دوست دارن و هر کسی که مؤمن حقیقی هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم یک محبت خاص داره. ولی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با وجود از اینکه مردم او را بسیار دوست دارن، او هم امت خود دوست داشت. به این خاطر امت خود تربیه میکرد به عقیده توحید یکتا پرستی. لا تطرونی، اول برشان درس داد که الحمد لله رب العالمین. الله میگه که حمد، ثنا و صفت خاص بر الله هست، او رب العالمین است. برای دیگه مخلوقات اجازه نیست. حمد و ثنا و صفت خاص بر الله هست که رب العالمین است، الرحمن الرحیم است، مالک یوم الدین است. او هست که جهان خلق کردن، او هست که
رحمتش وسعت کل شیء هست. او کسی است که رب العالمین است، این تمام مخلوقات در این جهان خلق کرده ربشان است و مالک یوم الدین است. پس جهان دنیا و جهان آخرت از او هست. هم ثنا و صفت شایسته از او هست. درست است که شما رسول الله صلی الله علیه و شما مرا دوست دارید و من محبت دارید، ولی من مخلوق هستم و حمد و ثنا و صفت مخصوص خالق است. چه قسم امت خدا تربیه میکنه؟ برشان میگه لا تطرونی، شما زیاد اطراء یعنی وصف زیاد نکنین، توصیف زیاد نکنین. کما اطرت النصارى ابن مریم، مثل که نصرانی ها عیسی پسر مریم بسیار توصیف کردن و در توصیف افراطی از او بالاخره او را از دایره انسانیت و مخلوقیت کشیدن. گفتن یکی ناسوت است یکی لاهوت است. پس او را گفتن از مرحله ناسوت گفت برآمد به لاهوت مبدل شد، یعنی خودش اله شد، پسر اله شد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که لا تطرونی، شما زیاد مرا توصیف نکنین توصیف افراطی، مثل که نصرانی ها عیسی پسر مریم کردن. ولکن قولوا عبد الله و رسوله، بگوین که بنده الله هست و رسول الله هست. امی صفت کفایت میکنه برای من. علامه ابن کثیر رحمه الله در تفسیر خود میگه که زمانی که سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، در اینجا علامه ابن کثیر رحمه الله میگه که شما ببینید اگر از کلمه عبد به پیغمبر لقب بهتر می بود، الله سبحانه و تعالی در اسرا و معراج امو لقب برای پیغمبر خود میداد. امی عزت داد که عبدی گفت، اضافت تشریفی بر از او شرف داد که ای بنده الله است. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای امت خود توصیف کرد که مثل نصرانی ها نشین. چرا؟ نصرانی ها افراط کردن. افراط از اونا سبب چی شد؟ سبب از این شد که اونا از دایره توحید برآمدن. لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم ولكن قولوا عبد الله و رسوله، بگویید که بنده الله هست و رسول الله هست. پس عقیده درست و صحیح و عقیده توحید در باب حمد می است که حمد، ثنا و صفت خاص بر الله شود که الله رب العالمین است. دوم قسم از اقسام توحید در عبادات زبانی چی هست؟ توحید در دعا هست. انسان مسلمان همیشه دست دعا را به بارگاه الله باید بلند بکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که الدعاء هو العباده. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه دعا چی هست؟ عبادت است. در سنن ابی داود و شیخ البانی میگه که حدیث صحیح. رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ الدعاء هو العباده. دعا عبادت است. وقتی که دعا عبادت شد، پس انسان مسلمان با اساس تعهدی که با الله در کلمه طیبه لا اله الا الله کرده که یا الله بغیر از ذات تو هیچ عبادت برای هیچ کسی و در مقابل هیچ مخلوقی انجام نمیدم، پس این انسان مسلمان رو به طرف قبله میکنه و با بارگاه الله دست خدا بلند میکنه و این عبادت انجام میده. پس توحید در عبادتی که در دعا هست ایچی است؟ الله سبحانه و تعالی میگه وقال ربکم ادعونی، وقال ربکم، و گفت ربتان پروردگارتان چی گفت؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اینجا ببینین یا متکلم است، ادعو فعل امر است. الله چی گفت؟ ادعو، دست دعا بلند بکنین. ادعونی، بکی؟ به من، به الله. استجب لکم، یعنی انا استجب لکم، من بر شما اجابت میکنم.
و باز میگه این الذین یستکبرون عن عبادتی، یقینا کسانی که تکبر میکنن، دست دعا به بارگاه الله بلند نمیکنن، پس اینا تکبر میکنن در چی؟ از عبادت من. ببینید اینجا دعا را چی گفته؟ عبادت گفته. سیدخلون جهنم داخرین. پس انسان مسلمان میفهمه که دعا چی هست؟ دعا عبادت است و الله گفته که این عبادت دست دعا را به بارگاه ما بلند بکنین. پس انسان مسلمان دستای خود به بارگاه الله بلند میکنه، قلب خود متعلق میسازه به کی؟ به الله. پس الله میخواه و الله میگه استجب، ای انا استجب لکم، من برای شما چی میکنم؟ ایره اجابت میکنم. خب آله دعا با اعتبار الفاظی که استعمال میشه گاه دعاهای توحیدی میباشه. دعای توحیدی کدام دعا هست؟ دعای هست که الفاظ توحید در اون مراعات میشه. ربنا، ربی، اللهم، یا الله، یا رحمان. الله سبحانه وتعالی میگه که ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. ولله و خاص برای الله هست الاسماء الحسنى، نام های بسیار نیک. فادعوه، پس دعا بکنین، طلب بکنین از الله بها، با امین نام ها بگوین یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ملک. پس با این نام های الله از دعا از الله بخواین. قسم دوم دعاهای بدعتی هست. دعاهای بدعتی دعاهایی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم نکرده، اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم نکرده، بلکه بعضی از کسها این دعاها را به طریقه خود چی کردن؟ این دعاهایی را میکنن که رسول الله صلی الله علیه و سلم و با اسلوب رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. این دعاها دعاهای چی هستن؟ دعاهای بدعتی هستن. مثل که چی؟ مثل به حق فلان شخص، به حق فلانی دعا میکنم، به حق فلان شخص و به مقام فلانی شخص و به منزلت فلانی شخص، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در هیچ دعای خود نگفته که یا الله به حق ابراهیم علیه السلام، به حق آدم علیه السلام، به منزلت ابراهیم علیه السلام، به مقام نیست. پس این دعاهایی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم این چی هستن؟ این دعاهای بدعتی هستن. قسم سوم دعاهای شرکی هستن که دست دعا به بارگاه مخلوق بلند میشه که انشاءالله در بخش شرک خواهد خواندیم. قسم سوم توحید در استعاذه هست. استعاذه چی را میگن؟ این استعاذه از کلمه عوذه گرفته شده. عوذه و استعاذه طلب چی است؟ پناه هست. پناه هست یعنی یک نفر استعاذه یعنی طلب پناه کرد. پناه بردن به کسی از شر کدام چیزی. ما مسلمان ها به اساس عقیده توحیدی استعاذه داریم که میگیم الله برای ما میگه فاذا قرأت القرآن، وقتی که قرآن خواندی فاستعذ بالله، بکی پناه ببر؟ به الله. از کی؟ من الشیطان الرجیم، از شر شیطان الرجیم. الله سبحانه و تعالی میگه که قل اعوذ برب الفلق، بگو من پناه میبرم به رب الفلق. قل اعوذ برب الناس، بگو من پناه میبرم به پروردگار مردم. اینجا ببینین برای رسول الله صلی الله علیه و سلم چه حکمت است که الله برش میگه که قل، بگو. یعنی ای پیغمبر، ای محمد صلی الله علیه و سلم، تو برای مردم بفهمان که من که پیغمبر هستم، خودم که پیغمبر هستم و الله مرا رحمت للعالمین بیان کرده و من رسول الله هستم، خودم پناه میبرم به کی؟
برب الناس، برب الفلق، خودم به الله پناه میبرم. پس شما وقتی که امت ما هستین به کی پناه ببرین؟ به الله پناه ببرین. چرا در عصری که رسول الله صلی الله علیه و سلم مبعوث شد، در او وقت مشکلات زیادی از نگاه پناه بردن بود. بعضی مردم ها به جن ها پناه می بردن، بعضی مردم ها به مجسمه ها پناه می بردن، بت پرستا به بت ها پناه می بردن، در حبشه قبر پرستا به قبر ها پناه می بردن، بعضی مردم ها به جن ها پناه می بردن. و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن، در سوره جن الله سبحانه و تعالی میگه که یک تعداد از مردهای انسانی بودن که به جن ها پناه می بردن. به این شکل بعضی کسا به مهره و به چیزهای مختلف که در باب شرک سرش بحث میکنه پناه می بردن. الله سبحانه و تعالی به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم تو بر از این مردم بفهمان و برشان بگو که قل بگو برشان اعوذ، مکه پیغمبر هستم پناه میبرم، انا رسول الله اعوذ، ما پیغمبر الله هستم پناه میبرم که برب الناس، به پروردگار مردم. پس شما اگر امت ما هستین به کی پناه ببرین؟ به الله پناه ببرین، به مخلوق پناه نبرین. و امی هست که انسان هایی که استعاذه توحیدی را میفهمند فقط به خالق متعال سبحانه و تعالی پناه میبرند. قسم چهارم توحید در استعانت است. استعانت چی را میگن؟ ای از کلمه عون گرفته شده. استعانت یعنی طلب عون، طلب کمک. پس انسان مسلمان طلب کمک میکنه، لکن استعانت یکی عالم اسباب است، یکی عالم ما فوق اسباب است. عالم اسباب، ما در عالم اسباب زندگی میکنیم، یکی عالم ما فوق اسباب است. در عالم اسباب متوجه هستین؟ در عالم اسباب ما میتونیم از یک مخلوق کمک بخوایم. ما برای یک کس میگم امی قلمتان بر ما بتین، میشه مرا تا به فلانی منطقه در موترتان ببرین. پس اینجا این کمک خواستن چی است؟ در عالم اسباب است. اما استعانتی که در عالم ما فوق اسباب و قلبی هست، کمک میخوایم، پس در اینجا ما با الله میگیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین. در عالم ما فوق اسباب باز اونجا دیگه از مخلوق کمک نمیخوایم. و استعانت توحیدی هم امی است که انسان مسلمان استعانت فقط از کی بخواهد؟ از الله بخواهد. به این خاطر است که علما استعانت تقسیم میکنن و میگن که استعانت که است، استعانت چند قسم است. قسم اولش استعانت توحیدی ایمانی هست. قال رب احکم بالحق و ربنا الرحمن المستعان و علی ما تصفون. کمک خواستن از الله هست برای جلب منفعت و دوری از ضررها. و در استعانت ایمانی که از کمک و مدد از خالق متعال خواسته میشه و از مخلوق به اندازه تواناییش خواسته میشه. این 4 قسم است. استعانت قلبی هست که با قلب و عمل با کمال ذلت به پروردگار خود مراجعه میکنه. ایاک نعبد و ایاک، خاص از تو نستعین کمک میخوایم. نودوم استعانت لفظی هست. استعانت لفظی چون زبان ترجمان قلب است، زبان ترجمان قلب است، پس اینجا انسان باید با زبان خود از الله استعانت بخواه. این استعانت لفظی میگه. رسول الله صلی الله علیه و سلم با عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وقت درس میداد، برش میگه یا غلام اینی اعلمک کلمات. از جمله کلماتی که برای تعلیم میده یکیش چی است؟ اذ استعنت فاستعن بالله. وقتی که استعانت میخواستی، استعانت از الله بخوای. استعانت قسم سوم استعانت مادی هست. ما در مسائل مادی از انسان ها میتونیم در این مسائل از یکی دیگه خود کمک بخوایم. و تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تعاون و کمک است در بر و در نیکی ها و در تقوا.
پس این استعانت است در امور خیر که باید استعانت بکنیم و در بدیها باید امرای کسی همکاری نکنیم. قسم چهارمش استعانت معنوی هست. استعانت معنوی چه قسم است؟ استعانت معنوی است که شما، الله بر ما میگه که واستعینوا بالصبر والصلاة، شما استعانت بخواین با صبر و صلات و نماز. این کل از اینا در استعانت اولی توحیدی داخل است که ما استعانت از الله میخوایم با قلب خود و استعانت از الله میخوایم با زبان خود. در امور دنیایی مادی که توانایی از را بشر داره، ما استعانت و کمک میخوایم از انسان وقتی که این انسان در یک چیز توانایی داشته باشه. و در مسائل معنوی استعانت میخوایم با چی؟ به صبر و صلاح. در مشکلاتی که بر ما ایجاد میشه صبر میکنیم، با صبر و صلاح و نماز با الله ارتباط میگیریم. این اقسام استعانت های درست است که در عقیده توحید درست میباشه. قسم دوم استعانت های باطل است. استعانت باطل استعانت است که از یک مخلوق استعانت در چیزی خواسته شود که او توانایی از او را نداره. وقتی یک مخلوق از پیشش استعانت خواسته میشه و او توانایی از او را نداره، این استعانت چی است؟ این استعانت باطل است. و قسم سوم استعانت شرکی هست و او استعانت است که آنچه که باید از الله خواسته شود این یک کسی از مخلوق میخواه و زبان و قلب خدا بر مخلوق ارتباط میده و از او در چیزی که تواناییش نداره از پیش مخلوق کمک میخواه، که این استعانت مربوط به شرک میشه. و مشرکین همیشه در مشکلات خود به بت‌ها و قبرها و مجسمه ها میرفتن و از اونا در اموری که باید از الله میخواستن از مخلوق کمک میخواستن و این استعانت شرکی است که الله سبحانه و تعالی ما و شما را از این قسم استعانت حفظ بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اقرأ ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار.